سلام با نفرانی که پیگیر کارهای سودایی ورزشی رقم اولند و ما در نشر نوینی برنامه ترانسفر در عمل از جنبه‌های اقتصادی فوتبال میگوییم. فوتبال باز با نام امیر نعتخو با تیم وینلاین مدیا لیگا با نام تو دو راتس پیوست. در آمده گپ مدیا لیگای روسیه این زمان از یک خیل چمپیونات ها اعتباری بلندتر دارد. نیمه‌نهایی 27 ساله در تیم نوش رقم 20 گرفته. از سال 2014 تا سال 2015 نعتخو در تیم جوانان بارسلونا و بعدا یک زمان بازیگر سیسکا و لوکوموتیو هم حسابیده میشد. تیم اخیری خویشاوند ویبرس نعتخو که بازیگر سابق روبین و سیسکا بود، سکای خباروفسک بود. به نظرم با مقصد گریختن از سردی های زمستانی آن قسمت روسی این فوتبال باز آماده است که والیبال را هم به گردن گیرد. سابق نیمه‌نهاییگر اسپارتاک سفیان خانی هم بعد جستجوی طولانی در کشورهای عربی دسته نو پیدا کرد و به الخار قطری پیوست. پیشتر باشد الجزایری 32 ساله در صف تیم‌های قطری الاهلی و الگرافه و همچنین اسپارتاک، اندرلخت، میخلن و نانت برآمد میکرد، ولی بعد اندیشرانی‌های زیاد با خلاصه آمد که بازی در دیویزیون دوم قطری هم برایش بسنده است. مطلب دیگری گزارشی باشد با تعیین شوی مربی نو ربط دارد. منتخب فوتبال ترکیه اعلام کرد که فوتبال بازان اساسی این ملت را از این بعد وینچنزو مانتلا ایتالیایی تمرین می‌دهد. با متخصص از ایتالیا شرطنامه 3 ساله بسته شده. پیشتر در این وظیفه شتفان کونس بود که بعد باخت از ژاپنی‌ها با حساب 2-4 در بازی رفیقانه با او درو چیپته‌های هواپیمایی خریدند. در مرحله انتخابی یورو 2024 ترکیه با کسب 10 خال از 5 دور مقامدار زینه دیومی گروه دی بوده. تنها از روی نشاندادهای علاوگی از خرواتیا قفا میماند. جای کار اخیری مانتلا باشد ادانا دمیرسپور بود و از این بعد باشد این نفر به کلی نفرانی چکان در تیم‌های ترکی چشم علا میکند. گزارش ترانسفری نوبتی نیز به عالم فوتبال عربی پیوست دارد و در نتیجه آن تیم زینیت دومین نماینده خویش را بعد مالکوم به شرق نزدیک فرستاد. این هم زلیم خان بکایو است که با آمد پول بیشتر گازپروم سپارتاک را یک طرف گذاشته بود، ولی به گفت مردم وابسته به پایزن‌های مافیایی پیتری در ساحل دریای نیو از دستش چیز نآمد. بکایو ناچار به الوحده امارات متحده عرب به اجاره رفت. براستی تیم عربی طبق قرارداد اجاروی فوتبال بازی 27 ساله را خریداری کردن نمیتواند، ولی اگر کار از پول شیخانه و شرایط شاهانه وابستگی باشد در این دور زمان فوتبال عالم عربی خود زینیت را هم خریده میتواند. سابق دروازه‌بان PSG و منتخب ایتالیا سالواتوره سیریگو به صف نیتسا پیوست و تا آخرین موسم باید کاری کند که بوفون و دیگران را شرمنده نکند. نیتسا هم اوید نوشت شرطنامه با دروازه‌بان 36 ساله که بعد رفتن از فیورنتینا فوتبال باز آزاد بود اعلان نمود. پیشتر سیریگو در صف پالرمو، PSG، سویلیا، ترینو، جنوا و ناپولی برآمد کرده. از سال 2010 تا سال 2021 28 بازی در منتخب ایتالیا گذرانید و تا حال خود را چون تورتنک خیال کرده به ستون دروازه‌های فوتبالی صادق است. دسته سابق سیریگو یا خود PSG یولیان دراکسلر را به الاهلی قطری فروخت و بیش از 20 میلیون یورو به دست آورد تا همانا به کارت مباپه گذراند. شرطنامه یکی از نادرکارترین نیمه‌نهاییگران آلمانی با تیم قطری باشد 2 سال مهلت داشته. فوتبال بازی 29 ساله با همین به مسند فوتبالی خویش نقطه قفز سرپول گذاشت. آلمانی سابق دیناموی مسکو ماکسیمیلیان فیلیپ باشد از وولسبورگ طریق اجاره به فرایبورگ پیوست تا از خوردن گامبورگر محروم نشود. از جانب دیگر با فیلیپ امکان آمد تا به دسته اولین خویش که به قول پایش را در فوتبال راست کرده بود برگشت. فیلیپ موسم قبلی در بوندسلیگا 3 بازی در صف وولسبورگ و 15 رقابت در وردر گذرانیده تنها 1 گل به آمار گرفت. فکر میکنم بیزاری از بعضی از فوتبال بازان با خلاصی به بهانه اجاره مز بعد چنین آمارهای دلتنگ و گرنگ منشأ میگیرد.
بعد آن که ارتش بزرگی فوتبال بازان به ترکیه رفت، بختیار زین‌الدینی قزاق هم بهره به جیب زدن پول بیشتر از حساب پیشوای اساسی ترکان را ضرور شمارید و به بشکتاش پیوست. شرطنامه نیمه‌نهایی منتخب قزاقستان با تیم استانبولی تا سال 27 مهلت داشته. سسکای مسکو از گزارش بختیار 5 میلیون یورو و 15% فروش من بعدی بازیگر 25 ساله را به دست آورد. معاش کاری زین‌الدینov در ترکیه باشد سالانه 1.2 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. تا به حال بختیار در صف تیم نوش 3 بازی گذرانیده، گل‌ها را تنها در خیال و خواب دیده است. برای موسی مرگه باشد برعکس دیگران رفتن از چمپیونات عربستان هیچ مشکلی ندارد، هرچند مانی و رونالدو با نیمار و میتروویچ آنجا می‌دوند. همنوار 32 ساله کشور ملی موسی مرگه تیم الهلال را ترک نمود. او در صف دسته از اریاز غالب چمپیونات سعودیان، جام شاه، لیگ چمپیون‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و سوپر جام عربستان سعودی شده است. اگر به خریداری خود الهلال یک بار بنگریم، آنجا عالم ستاره ها از سما ریخته و بیابان ها همه درخشان است، زیرا با آمدن دروازه‌بان بونو، دفاعگر کلیدو کولیبالی، نیم حمایتگران روبن نیوش و سرگئی میلینکوویچ ساویچ، بازیگران خط حمله نیمار، مالکوم و الکساندر میتروویچ، فوتبال ملک عربی به پرگی سیمایی نو گرفت. اسپارتاک مسکو باشد دیگر چی کار کند به جز آنکه چین زور و توانش ترانسفر عملی میکند. سرجان بابیچ از المیریا به 3 سال آمد و هرچند روس‌های ملتگرا خود را درانند هم گیورگی جیکیا امروباد در کورس‌های احتیاطی مستقر می شود. دفاعگر مرکزی 27 ساله از سربیا در تیم مسکوگی تحت رقم 6 برآمد کرده. اسپارتاک از برایش 5 میلیون یورو پرداخت و معاش بازیگر باشد سالانه 1.5 میلیون یورو خواهد بود. تا المیریا بابیچ در صف سروینا زوزدا، فامالیکان، ریوس دیپارتیو، ریال سوسییداد ب و وایوودینا برآمد کرده است. از این پس باشد در چمپیونات روسیه خط دفاعی سرخ و سفیدها را قوی ولی دل جیکا را از غیبت و بدبینی ها خالی می کند. داد و گرفت اسپارتاک اگر با تیم های اندک مندک اسپانی باشد، در PSV نیدرلند فقط با بارسلونا گپ میزنند. دسته انتخابینی سرجینیو دست را از بارسا به اجاره با حق خریداری 10 میلیون یورو گرفته. سرجینیو در تیم نوش رقم 8 گرفت. بارسلونا باشد نصفی معاش دفاعگر را پرداخت میکند. دست پروری آیاکس 3 موسم گرد و اطراف ورزشگاه بارسا را تماشا کرده 72 بازی گذرانید و از حساب دیگران سوپر جام اسپانیا به دست آورد. موسم قبلی را در میلان گذرانیده به میدان تنها 8 مرتبه برآمد. اگر شود او باز در PSV هم تنها 8 مرتبه به میدان آید، پس دیگر باره به بارسا بازگردانیده می شود. اشتراکچی با وقار لیگ قهرمانان از فرانسه دسته بانو لنز هم با امید آنکه در دوام موسم جاری شرمنده نشود به مراتب خریداری های تابستانی را دوام داد و بهترین نشانزنی مونپلیه الیه وایی را با نرخ 35 میلیون یورو خریداری کرد، نفری که خود چلسی نسبتش دعواگر بود. همین‌ور با دسته دوم فرانسه در موسم قبلی شرطنامه 5 ساله امضا نموده. اطلاع داده میشد که نسبت وایی البته که گاینه فوتبالباز آفریقایی تبار فرانسوی 20 ساله چلسی، وستهم یونایتد و اینتراخت فرانکفورت دعواگر بودند. موسم قبلی لیگ یکم حمله‌ور 19 گل در 33 بازی به ثمر رسانیده. تا این دم باشد 5 بازی گذرانیده تنها 1 پاس گلی در آمار دارد. باواریا باشد چند پیش بر رقیب اساسی امسال خویش در بوندسلیگا یوسیپ ستانیشیچ را به اجاره داد. دفاعگر منتخب خرواتیا با همین موسم جاری را در بایر میگذراند. ختم کرده اکادمی میونخنی ها موسم قبلی 14 بازی گذرانده بازیگری 23 ساله را بهر کسب تجربه به لیورکوزن روان کردند. باز نشود که کسب تجربه نو خودی باواریا را با بایر از قهرمانی محروم کند. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.